حرمتبی رامچوی و همسر سلیمان دولاتوف یک فعال اپوزیسیون تاجیک که در کشور اروپایی لیتوا بابس گرفته شده است، روز 9 اپریل سال 2024 در یک نامه سرکشوده از پرزیدنت لیتوا گیتاناس نوسیدا برای اهل سرنوشت شوهرش یاری خواست. این زن مادر 3 فرزند نوشته است که حبس ناگهانی شوهرش سانه 5 اپریل سال 2024 با در نظر داشت نبودن یک عیبنامه مشخص و پشت درهای بسته گذاشتن مرافعه دادگاهی اهل خانواده دولاتوف را در یک حالت تشویش و نگرانی و تا شوک و ناامیدی قرار داده است. پلیس شوهر مرا به تهدید به امنیت دولت لیتوا عیبدار میکند، ولی به ما نمیگویند که او چه کردار مشخص کرده است. یگان دلیل مشخص نشان نمیدهند و یگان عیبنامه مشخص نیز اعلان نمیکنند، نوشته است رامچوی. و به گفته او شوهرش سلیمان دولاتوف برای عضویتش در حرکت اپوزیسیونی گروه 24 تحت تعقیب قرار گرفت و بعد سرگردانی‌های زیاد در جستجوی یک پناهگاه امن چنین پناهگاه را برای خود و اهل خانواده‌شان در لیتوا پیدا کردند. حرمتبی رامچوی و یادآور شده است که شوهرش در لیتوا تجارت خود را گشاد و طربخانه‌اش در پایتخت لیتوا به یکی از مکان‌های پسندیده شهر ویلنیوس تبدیل یافت. او همین طور خاطررسانی کرده است که چگونه سلیمان دولاتوف در دوره پاندمی کرونا ویروس به بیمارستان‌های ویلنیوس یاری می‌رساند. رامچوی و افزوده است اما بازداشت او بدون عیبنامه آشکارا نگرانی‌های جدی را درباره عدالت و شفافیت مرافعه دادگاهی به بار می‌آورد. در پی خبرهای اخیر در مورد لغو مقام پناهندگی و اخراج او به تاجیکستان باید خاطررسانی کنیم که به حیات و سلامتی او خطر جدی به وجود می‌آید. من نمی‌توانم اظهار تشویش نکنم و دخالت شما را به این قضیه تقاضا نکنم. به عقیده همسر سلیمان دولاتوف مخفی گذاشتن دادگاه صلح را درباره تا کجا اساس داشتن بازداشت او و صرف نظر شدن ارزش‌های دموکراتی در این کشور اروپایی او را به تشویش آورده است. او به آشکارا و شفاف گذراندن مرافعه دادگاه پایفشاری کرده، همچنین خواسته است که اگر سلیمان دولاتوف حتی اگر یگان جنایت کرده باشد پس بگذار در قلمرو لیتوا محاکمه شود. رامچوی و نوشته است که شوهرش شناسنامه خارجی ندارد و در صورت اخراجش از لیتوا او را به تاجیکستان بفرستند، چون که یگان کشور دیگر طبق مقررات موجوده بین المللی او را به قلمروش راه نمیدهد. من و شوهرم سلیمان دولاتوف به بیگناهی او باور داریم، ولی او میگوید اگر حتی گناهکار باشد او میخواهد به جای اخراج به تاجیکستان در لیتوا ادای جزا کند. بازگشت به تاجیکستان برای سلیمان به معنای سالهای طولانی زندان، شکنجه جسمانی و حتی احتمال مرگ است، نوشته است رامچوی. و به این دلیل از پرزیدنت لیتوا خواسته است که به این قضیه دخالت کرده مانع اخراج شوهرش به تاجیکستان شود. سلیمان دولاتوف پناهنده سیاسی تاجیک را نیمه دوم روز 5 اپریل سال 2024 بعد نماز جمعه افراد نقاب‌پوش از نزد طربخانه‌اش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر کردند و روز یکشنبه 7 اپریل دادگاه ویلنیوس فعال تاجیک را برای 2 ماه یعنی تا 6 یونیو سال جاری به حبس پیشکی گرفت. دلیل بازداشت سلیمان دولاتوف روشن نیست. مقامات امنیتی لیتوا گفتند که او به سازمان‌های افراطی رابطه داشت و به امنیت ملی این کشور خطر دارد. به این دلیل دادگاه سلیمان دولاتوف پشت درهای بسته صورت گرفت. سلیمان دولاتوف زاده شهر وحدت که 38 سال دارد، از سال 2015 اینک 9 سال باز همچون پناهنده سیاسی همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد.